زنی به من گفت تو زندگی چیزی نداشتم، فقط از خدا یک آرزو داشتم. آرزویم همین بود که به من یک شوهری با تربیه قرآن خوان رو نصیب گرداند. نمیدونستم که چی کار کنم که خداوند برایم همسری با تربیه و قرآن خوان نصیب کند. روزی در اینترنت از صفحه های برادر صدای امید گوش کردم که می گفت اگر شوهری با تربیه و قرآن خوان می خواهی، اگر زنی با تربیه و قرآن خوان می خواهی، خود با تربیه شو، خود قرآن خوان بشو. این سخن رو گرفتم و با قرآن خوانی شروع کردم. 2 ماه از بین نگذشت، الحمدلله قرآن خواندن رو از خود کردم. خداوند برایم شوهری نصیب کرد که هر گونه ای که دلم میخواست همان گونه بود. یعنی قرآن خوان با تربیه شوهر خداوند برایم نصیب کرد. هرچی آرزو کردم به آرزویم رسیدم و میخواهم که منتداری خودم را به برادر صدای امید برسانم، چون که با سبب آن من حرکت کردم و خداوند بهترین شوهر را برایم نصیب گردانید. برادران، خواهران، اپنای عزیز، بازم میگویم اگر بخواهی شوهر با تربیه، اگر بخواهی شوهر قرآن خوان، خوشبخت شدن بخواهی، با تربیه باش، قرآن خوان بشو. باوری دارم خداوند بهترین شوهر را برایت نصیب میگرداند. باوری دارم خداوند بهترین زن را برای برادران نصیب میگرداند. چگونه ای که باشی، آیا میخواهی به مثل خودت خداوند زن، یعنی که شوهر نصیبت گرداند؟ میخواهی؟ باوری دارم 90% مردم نمیخواهد که به مثل خودش خداوند زن نصیبش گرداند. باوری دارم 90% زنها نمیخواهند به مثل خودشان خداوند شوهر نصیبشان گرداند. بازم میگویم خوشبختی در زیبایی نیست، خوشبختی در مال و ملک نیست، خوشبختی در ایمان است. شخصی که از اسلام با خبر است، قرآن خوان است، من باوری دارم که او در زندگی بهترین شخص است و باوری دارم که در زندگی خوشبختترین زن خواهید شد و خوشبختترین مرد خواهید شد. میدانم بسیاریا میگویند قاریا، یعنی که زنهای خود را در خانه محکم میکنند، یعنی که از خانه بیرون نمیبرایند. به همت میگویم آنگونه که قاریا هستند فکر میکنم که دیگر مردم نیست. با زنهای خود بازی میکنند، شوخی ها میکنند، تماشا ها میروند، برای خودشون نوارها میگیرند، عشق و عاشقی خودشون، محبت خودشون، عاشقی خودشون با نوار میگیرند برای خودشون که ببینند، یعنی که کمتر سن سال میرود تماشا میکنند زندگی خوشبختی خودشون، تماشای خودشون. فراموش نکنین الحمدلله اگر قاری هم که باشیم، مولا هم که باشیم و هر قاری و مولایی هم که باشند، من باوری دارم که همگی اونها زنهایشون از اونها راضی هستند و خوشبختترین زن هستند. من باوری دارم قاری برای آن که یک جا را خوانده است، میداند رسول الله صلی الله علیه و سلم با حضرت عایشه مادرمون یا اینکه با دیگر زنهاش چگونه معامله میکرد، بازی میکرد، گوشتینگیری میکرد، در کارهای یاردن میکرد. و ما هم همچنان حرکت میکنیم که زن همیشه از ما راضی باشد، خوشبختترین زن بگردانیم آن را. فراموش نکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من از این دنیای شما 3 چیز را دوست می‌دارم، یکی از اینها گفت زنها هست. من زنها را دوست می‌دارم، خدای ما زنها را دوست می‌دارد.
ما و شما هم باید پیروی سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشیم. زنها را دوست بداریم، با زنها شوخی بازی تماشاها رویم تا اینکه زن همیشه خوشحال بماند در زندگی. زن به مثل یک گلی هست، گل را آب ندادی او قاق می شود. اگر زن را یکش در خانه محکم کردی او زن نمی شود. خب بازم میگویم اگر زنی با تربیه میخواهی خوب با تربیه شو. خب امروز ها میبینیم هستند مردهایی که به نوع سیگارت، عرق، زینوها مشغول هستند و فردا میفهمیم که زنهایشون به مثل خودشون بیراه شده هستند. به آنها گپ میگردانند، حرمت و عزت نمیکنند. همه باور که برادر از دست خودت هست. اگر خود در خانه مرد باشی زنم به مثل تو مرد دل می شود، حرمت و عزتت میکند. وقتی در پیش زن ناس میکشی، سیگارت میکشی، با دخترها صحبت میکنی، حقارتگویی ها میکنی، زن هم همون چیزی که تو میگوی همون چیز می آموزد. چگونه که در مکتب میرویم معلم ما رو اره نشون میده، ما همون اره یاد میگیریم. بیره نیکو وقتی در اویله چگونه رفتار کردی زنهای ما همون رفتار رو با خود میگیرن. نگو که زنم بعد بیراه شد و فلان و بهمدان. خودت براه شو، در راه خدا باش و باور دارم زن احترام به مثل خودت میشود. و پیش از اویله برپا کردن اول شما فکر کنید، بفهمید او زن نمازخانه است، او زن چگونه است، یا اینکه این مرد نمازخانه است، در کدام راه است. اول بفهمید بعدا اویله برپا کنید تا اینکه زندگی یک بار است، خوشبختی یکم است. خب انسانایی که دویم زن میگیره قوتتون میرسد، خداوند شما دم خیر بتید، اما همدیگر فهمیده بینتون باشه. مثال با این زنت همدیگر فهمی، با اونش هم خیر خداوند نگهبانتون باشد. لیکن من فکر میکنم خوشبختی در یک زن است. شاید که خیر آدمایی که دو زن دارد شاید که اونها بدونند، لیکن فکر عقیده من است. لیکن خداوند هممون هدایت کند. خداوند اگر ما را دارا کند با گفت خدا و رسولش میکنیم ان شاء الله. فی امان الله.